عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين الحسن والحسين لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. ربی میگه تا اون ساعت ندیده بودم امام حسین اینجور منقلب باشد. وقتی خبر اول براش آمد یا الله، وقتی خبر اول براش آمد دیدم رنگ صورت ابا عبدالله تغییر کرد. فمشى لمسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. به دامان برگرفت آنگه سرش را همی بویید خون پیکرش را. یا الله ابا عبدالله